اخراج‌های بیشتر به افغانستان، آیا همه افغان‌ها شامل این تصمیم میشن؟ سوالی که تعداد زیاد از دوستان پیام گذاشتن، پرسیدن، نگران هستند، بخصوص دوستانی که اجازه اقامت خود را طبق پاراگراف 25 بند 3 یعنی افشیبونگسفربود دریافت کردند. دوستا، آلمان اعلام کرد که روند اخراج به افغانستان را افزایش دهد و احتمال داره در ماه 3 پرواز به کابل انجام شود. اما نکته مهمی است که همه افغان‌ها شامل این تصمیم نمیشن. دوستا، تمرکز فعلا بالای دو گروه است: افرادی که جرایم سنگین را مرتکب شدند و در زندانهای آلمان به سر میبرند، و دوم افرادی که از سوی نهادهای امنیتی آلمان به عنوان تهدید شناخته شدند، یعنی افرادی که در آینده میتونند یک تهدید و یا خطر برای جامعه و برای کشور آلمان باشند. بنابراین دوستان عزیز، اگر شما اجازه اقامت دریافت کردین، مهم نیست که طبق کدام پاراگراف، اگر شما حمایت سیاسی، حمایت پناهندگی، حمایت فرعی، حمایت اجتماعی و همچنان دوستانی که افشیبونگسفربود یا ممنوعیت اخراج دریافت کردین، شما هیچ ضرور نیست که نگران باشین. دوستا، شما میتونین که به فکر آرام به زندگی خود ادامه بدین، تمرکز بالای آینده و زندگی داشته باشین. دوستانی که اجازه اقامت خود را طبق پاراگراف 25 بند 3 یعنی افشیبونگسفربود دریافت کردن، دوستا مهمی است که شما کدام جرم را مرتکب نشده باشین، کدام خلاف را نکرده باشین، و خوب است که شما تمرکز بالای پروسه اقامت دائم خود بکنین، یعنی شرایط اقامت دائم خود را پورا بسازین. همین که شرایط اقامت دائم را پورا ساختین، میتونین درخواست اقامت دائم را بکنین و بعد از دریافت اقامت دائم درخواست پاسپورت آلمانی خود را بکنید. دوستان، اگر شما میخواین که معلومات در مورد انواع اجازه اقامت پناهندگی در آلمان داشته باشین، لطف نموده صفحه فالو کنید، سوالات، پاراگراف های خود را در کامنت بگذارید و ما در خدمت شما هستم. موفق کامگار باشید. وقتتان بخیر.